یه روز یهو پسر دید هر ساعت $50 داره میاد به حسابش. دلیلش این بود که وارد یه بازی خطرناک شده بود. قانون بازی این بود که اگر میتونست از دست 5 تا قاتل توی 24 ساعت جون سالم به در ببره، $9 میلیون برنده میشد. برای نجات جونش به سمت ایستگاه دوید، ولی اونجا یکی از قاتلا منتظرش بود. توی این بازی یه سری قانون وجود داره. نه میتونه با پلیس تماس بگیره، نه میتونه بازی رو ترک کنه. رفت توی یک کلیسا قایم شد، ولی حتی اونجا هم یه قاتل منتظرش بود. قاتل یهو بهش حمله ور شد، اما اشتباهی یکی دیگر رو کشت. قاتل اصلی درست از جلوش ظاهر شد. در کلیسا رو از داخل قفل کرده بود و با چکش شروع کرد به حمله کردن به تام. داشت تامو میکشت که یهو چکشش توی در گیر کرد. تام از این فرصت استفاده کرد، در رو قفل کرد و سعی کرد فرار کنه. داشت فرار میکرد که قاتل چکشو زد به پاش. تام با تینر زخمشو تمیز کرد و خواست فرار کنه، اما یهو پخش زمین شد. همزمان یه قاتل دیگه هم فهمید تام هنوز زنده است و قراره یه ساعت دیگه بره سراغش. تام فرار کرد و وارد یه سوپرمارکت شد و یه یونیفرم ورزشی ازشون دزدید. وقتی قاتل رسید اونجا، توی شلوغی نتونست تام رو تشخیص بده، اما یهو مغازه‌دار متوجه شد، لباسشو دزدید و رفت دنبالش. قاتل با دیدن این صحنه فوری فهمید و شروع کرد دنبال تام رفتن. تام سریع توی صندوق عقب یه ماشین که باز بود قایم شد. قاتل نتونست پیداش کنه. تام با ترس و لرز با خودش گفت باید از اینجا بزنم بیرون. از ماشین اومد بیرون و خودشو به یه پمپ بنزین رسوند. بعدم یه تاکسی دزدید و خواست بره خونه پیش زنش. نمیدونست که قاتل زودتر از اون رسیده خونه. شاید بپرسی چرا قاتلا تیراندازی نمی‌کردن؟ چون تو قوانین بازی تیراندازی ممنوع بود. تام سوار تاکسی شد و خواست فرار کنه، اما قاتل یه میخ فلزی انداخت زیر لاستیک و پنچرش کرد. همون لحظه جک فرصت پیدا کرد و قاتل رو زد، اما تام نمیدونست که یه قاتل دیگه از قبل تو ماشینش قایم شده بود. با عصبانیت یه سنگ بزرگ برداشت و همونجا کشتش. الان دیگه 5 ساعت از شروع بازی گذشته بود. تام سوار یه کشتی خصوصی شد تا قایم بشه، ولی حتی اونجا هم یه قاتل دیگه منتظرش بود. جک خواست یه لیوان آب بخوره که یهو پیشخدمت جلوشو گرفت و ازش پرسید تو کی هستی؟ جک گفت فقط دارم یه لیوان آب میخورم. اما اون دختر هم جزئی از بازی بود. بینشون یه دعوای سنگین راه افتاد. دختره داشت میبردش، ولی تام سریع فرار کرد و از یه پل فلزی آویزون شد. اما نمیدونست دختره هم دنبالشه. تا رسید بهش، تام با یه لگد محکم انداختش تو آب. بعد رفت روی پل و فرار کرد.